به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز، خوش آمدید میگم هر یک شما را و برنامه ما این لحظه آغاز می شود و در مهمانی ما سهراب عادلیان ختم کرده دانشگاه مدینه منوره فاکولته حدیث شریف و امروز نیز ما تصمیم گرفتیم به بعضی از سوالهای شما جواب گوییم. و خودی حاضر ما میپردازیم به سوالها و داملا شما را خوش آمدید میگویم. اینجا بسیار تماشابینان ما سوالهای زیاد آمده رسیده است و به بعضی آن سوالها خودی این لحظه از شما جواب میخواستیم و انشالله به بعضی سوالهای دیگر در برنامه‌های آینده انشالله. و اینجا سوال می‌دهند که بوسه کردن انگشت هنگام اذان چی معنی دارد داملا و چی حکم دارد؟ بعضی‌ها انگشت خود را در وقت اذان بوسه میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بوسه کردن ناخن‌ها هنگام گفتن اشهد ان محمد رسول الله در وقت اذان، یک طریقش دو انگشت ابهام را بوسه میکنند، یک طریقش هم انگشت ابهام و سبابه را، هر دویش را یک جای بوسه میکنند، به چشم میمالند. یک حدیثی هست در مسند فردوس، حدیث دروغ است، حدیث ضعیف است. بعضی علما موضوع گفتن، یعنی مصنوع، بافته شده، ساخته شده. بعضی علما ضعیف گفتن. خلاصه خیلی که علامه بکر ابو زید رحمت الله علیه گفتن باطل لا اصل له، این عمل باطل است، اصل ندارد. و امام سخاوی، شوکانی، همه اینها گفتن که لا یصح، این حدیث صحیح نیست. و صاحب کتاب فقه الادعیه والاذکار گفتن که این از خزعبلات است. خزعبلات یعنی سخنهای خنده آور است، یعنی رفتار و عملهای خنده آور است که به دین نسبت داده شده است، یعنی از دین نیست. بله. خیلی خوب و ما معلومات پیدا کردیم، یعنی حدیث ضعیف هم بوده است و همچنین باز بافته هم هست و آنهایی که سوال دادن به سوالشان انشاءالله که پاسخ گرفتند. و یک سوالی دیگر آمده رسیده است، واقعا سوالی که بسیاری ها سوال میدهند و باید اول سوال را میدهم و بعد از آن انشاءالله با شرح هم میکنیم. من یک شب با طهارت خواب کردم، سحر از خواب بیدار شدم و دست روی، یعنی طهارتی دست روی کردم. چند نفر همسایه هایی که دیدن مرا ملامت کرده، گفتند که تو باید مستحب میکردی، یعنی مقصدشان که استنجا بود مقصدشان بوده. بله، اگر کدام انسانی که مثلا خواب کرد وقتی که سحر به نماز خیست، مادامی که به قضای حاجت نرود، خواه پیشاب خواه بالاتر از آن، در این حالت استنجا شرط نیست، یعنی مستحب میگن مردمی ما، شرط نیست، بلکه این بدعت است. برای آنکه از آنجا چیزی نبرآمد از غیر باد و استنجا کردن از باد در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، خود ابن العابدین در حاشیه خود ذکر کردند که یکی از نوعهای طهارت که آن بدعت است، این استنجا کردن بعدی برآمدن باد، یعنی بعدی برآمدن باد استنجا کردن این بدعت است، یعنی در دین ما نیست. برای چی؟ برای آنکه استنجا همان وقت مشروع میشد که اگر آلوده شود بدن به نجاست. برای پاک کردن خواه استنجای خاکی خواه استنجای آبی، عموما استنجا مشروع است، اما به برآمدن باد استنجا مشروع نیست. ابن قدامه رحمت الله علیه هم گفتن که اصل ندارد استنجا کردن. داملا فکر نمیکنید که بعد از مثلا این سخنهای شما جوان‌ها و اساسا شاید کودکان باشند که شاید پیشاب میکنند و پیشابشان به آلوده میشود به بدنشان و خودشان از این شاید آگاهی ندارند و آگاه هم نمیشوند، سخنهای شما را دیگر به خود قانون کنند و بدون طهارت به نماز طهارت دیگر چیز است، استنجا دیگر. یعنی مردم
حتی بعضی انسان‌ها در زمانی که مدرسه می‌خواندیم به نماز تراویح می‌آمدن فقط استنجا می‌کردند و می‌درآمدند. طهارت گفته همین نمی‌فهمند. طهارت این است. طهارت از شستن دست شروع میشه. دست را 3 مرتبه میشوید، کف را، دهان را، بینی را، روی را، دست راست همراهی آرنج، چپ همراهی آرنج به سر مس میکشید و دو پایها را میشوید. اول راست بعد چپ. انا همین طهارت است. اما وای استنجا هست. وای بعد قضای حاجت باید انسان استنجا کند، خود را پاک کند. او به طهارت اصلا دخل ندارد. یعنی منظوری من همین است. اون کودکانی که مثلا سخنهای شما را این لحظه میشنوند، پیشاب که کردن، بعد از پیشاب شب خودشان بیخبر و پیشابشان آلوده میشود، لباسشان شاید آلوده میشود و خود بیخبر میمونند. بدون استنجا طهارت میکنند و به نماز میپردازند. اگر پیشاب به لباس رسیده باشد این دیگر مسئله. مسئله ما مسئله استنجا هست. استنجا یعنی شستن موضع خروج نجاست. موضع خروج نجاست را خواه با کاغذ در زمان ما خواه با آب، یعنی استنجا کردن، شستن، این امر حتمی است بعد قضای حاجت. انشالله امیدوار هستم که آنهایی که سوال داده بودند به سوال خود پاسخ گرفتند. و یک سوال دیگر آمده رسیده است. نمازی شکرانه خواندن از آن قامت دارد می‌پرسند؟ نه. نماز شکرانه حاجتی به اذان و قامت ندارد. چون که اذان مقصد مردم رو دعوت کردن است. بیا به نماز، بیا به نجات از آتش دوزخ. این در مسجدها گفته میشد. به نمازهای جماعت و جمعه. حتی نماز عید هم اذان ندارد. اذان و قامت ندارد. نماز شکرانه این نمازی که انسان بین خودش و بین الله تعالی در خانه‌اش و در تنهایی میخواند. برای این اذان و قامت لازم نیست. و در بعضی نمازهای فرضی باشد داملا، مثلا یک نفر یا اینکه 2 نفر میخوانند، آنها حتما باید از آن قامت گویند یا اینکه بدونی از آن اگر قامت 1-2 نفر باشند و مثلا در مسجد نباشند، در خانه، در صحرا، از آن شرط نیست گویند خوب است. پیامبر صلی الله علیه و آله اگر در صحرا روی یک بادیه نشین را از آن گفتند. وقتی که از آن گفتی هر یک درخت، هر یک کوه و سنگی که میشنود روز قیامت شهادت میدهد که همین بنده اشهد ان لا اله الا الله میگفت، اشهد ان محمد رسول الله میگفت، تو شهادت میده. یعنی خوب است از آن گفتن در صحرا، مثلا در سفر خوب است، لیکن شرط و حتمی نیست. اما شرط و حتمی در مسجد است که باید مردم دعوت به نماز جماعت کنید. خب تشکر زیاد میگم داملا شما رو و خوش آمدید میگم. انشالله ما باز روزهای نزدیک برمیگردیم تماشابینان عزیز و با دیگر سوالهای شما پاسخ خواهیم جست.